این کودکان منتظر آغاز نمایشنامه تئاتری کتن هستند. نمایشنامه‌ای که از روی اثر تاریخی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم به صحنه گذاشته شده است. نخست نمایش آن در تئاتر سیدعلی ولیزاده شهر کلاه برگزار گشت. تاریخ‌نگاران میگویند که این گونه نمایشنامه‌های تاریخی باید بیشتر روی صحنه آورده شود. از یک کشور همسایه ما درباره اسپیتامن یک فیلم تصویری ایجاد کردند و اسپیتامن را عملیات خود شمردند. و اگر ما همین گونه خاموش بشینیم شاید این اقدام نامطلوب ادامه بیابد. هنرمندان تئاتر سیدعلی ولیزاده در این صحنه 3 ماه زیاد تمرین کرده اند. کارگردان تهیه فیلم از روی این اثر را تاثیرگذارتر می‌داند. او به این نظر است که همه جزئیات اثر در نمایشنامه تئاتری بازگو نشده است. قانون‌های تئاتر راست بیاید، اگر قانون‌های تئاتر رعایت کرده شود، اثر تاریخی را روی صحنه مانده توانسته شود، این خوب است. ولی البته برای کینو، برای سینما این موافق‌تر است. فرض کنیم همین اثر کتن احمد ابراهیم بسیار برای کینو موافق است. با وجود اعلان پی در پی تئاتر پر از تماشابین نبود. خود بینندگان این نمایشنامه هم اقرار شدند که طی چند سال اخیر بار اول به تئاتر می آیند. وقتی نمایشنامه تئاتری را اعلان میکنند، اولا باید ترغیبش بسیارتر باشد در همه گوشه و کنارها و برای مجبوری به تئاتر جلب کردن این نادرست است. من فکر میکنم همچون یک جوان. کتن و وستن 2 قهرمان اثر در سرزمین باختر قدیم با اسکندر مکدونی مقابلت کرده اند. سرزمین باختر قدیم قسمتی از تاجیکستان امروزه بوده است. با گفته مؤلف اثر این حادثه ها 2350 سال پیش رخ داده است. احمد ابراهیم در اثرش با تکیه به سرچشمه های تاریخی از قهرمانی های کتن نقل کرده است. خلاصه آن را هنرمندان تئاتر سیدعلی ولیزاده روی صحنه گذاشتند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، از تئاتر سیدعلی ولیزاده شهر کلاه.